اگه عاشق غذاهای خوش عطر و اصیل ایرانی هستی، این گردو قراره بشه یه فسنجون رویایی. بیا که با هم دیگه درستش کنیم. برای یه فسنجون خوشمزه نیاز داریم به 250 گرم گردو، 2 عدد پیاز متوسط، خب بعد از اینکه گردوها و پیازا با هم دیگه مخلوط شدن، یه لیوان آب به موادمون اضافه می‌کنیم. خب وقتی موادمون به این قدر ذات رسید، میریزیمش داخل یه قابلمه. خب من جمعاً بهش 3 لیوان آب اضافه کردم. الان میذارمش که کاملا بپزه و هر 10 دقیقه وقتی به جوش اومد بهش یخ اضافه کنم که گردوها کاملا به روغن بیفتن. خب درشو میذاریم که به جوش بیاد. 4-5 دونه یخ بهش اضافه میکنیم. یه مقدار زعفرون میریزم داخل آسیاب زعفرون. خب زعفرون آسیاب کردیم. حالا چند دونه یخ میریزم داخلش با مقداری آب جوش، چند قطره آب جوش. کافی. میذاریم که خوب دم بکشه. من از سینه مرغ استفاده میکنم برای فسنجون. شما میتونید از مرغ کامل، هر جای مرغ که دوست دارین میتونید داخل فسنجون استفاده کنید، ولی چون ما سینه دوست داریم فقط سینه استفاده میکنم. سینه های مرغ و نگینی برش میدم. خب من با یه دونه خلال دندون همینجوری. خب من برای مزه دار کردن مرغم از نمک استفاده میکنم. مقدار خیلی کم فلفل قرمز، چون فلفل قرمز اگه مقدار زیاد بشه اصلا به فسنجون تندی نمیاد. در حد همین قدر. فلفل سیاه، یه قاشق فلفل سیاه، مقداری زعفران.
با هم دیگه مخلوطشون میکنیم. خب الان نوبت اضافه کردن مقداری رب انار. خب الان موقع اضافه کردن مرغ‌ها به داخل مواد گردو پیاز. خب واسه کته کردن برنج رو 3 بار میشوریم. برنجم چنگ نزنین، آروم آروم. خب با همون لیوانی که پیمانه برنج کردیم، برنجمون رو پیمانه کردیم، الان من 2 لیوان برنج گذاشتم، 3 لیوان آب میذارم. 3 لیوان. الان بهش یه مقدار نمک اضافه میکنم، چون کته است حواستون باشه به مقدار نمکی که اضافه میکنم. مقداری نمک و مقداری روغن بهش اضافه میکنم. اینم از روغنی که بهش اضافه میکنم. خب من یه مقدار زعفرون بهش اضافه میکنم، خیلی کم، چون میخوام لحظه آخرم وقتی خاموشش میکنم باز بهش زعفرون بزنم. درش میبندیم تا آروم آروم خب آب برنجمون کاملا جمع شد. بریم برای ادامه کار. خب اگه نمیخواین که تعریف داشته باشین، میتونین توی همین قابلمه دمش بدین دیگه، با همین خود برنج، ته‌دیگ خود برنج. ولی اگه میخواین یه ته‌دیگ خوش رنگ یا نون بذارین، برنجتون رو میریزین داخل یه ظرف، یک مقدار از این برنج رو برمیداریم، چند قاشق بهش زعفرون اضافه میکنیم، و با هم دیگه مخلوطشون میکنیم. این میشه ته‌دیگ برنج. یک مقدار روغن میریزم کف قابلمه، برنج زعفرونی رو میریزم کف،
لب و پشت قاشق صافش میکنم کاملا. الان بقیه برنجم میریزیم روی این یکی. میره که دم بکشه. خب من برای اینکه خیلی ها فسنجون رو ترش دوست دارن، خیلی ها ملس دوستش دارن، ولی چون خودمون ملس دوستش داریم یک مقدار خیلی کم شکر بهش اضافه میکنم. خب همونجور که میبینید فسنجونمون کاملا جا افتاده. این زعفرون رو بهش اضافه